پیش از اینکه بود، پیش از که طالبا به فروشات ما زیاد بود، خرید بسیار کم می آمد. فعلا که مردم بیکار شده، از دست بیکاری پیسه که مردم نیست و که امی پیش از اینکه خریدن کنه همون خریدار را پس میاره سر ما میپوشن. در عوض از ما هم پیسه هم نداریم که فروشات ما نیست که پیسه داشته باشیم. مثال اینجا ما روزی 5000 یا 10000 فروشات داریم، 1 لک خرید میه. ما پیسه نداریم که امورم چقدر پیسه از کجا شود که ما بگیریم پیسه ما که دیگه یک چیز امانت داشتیم، اما امانت ما هم در بانگا بند است. حالی که ما میریم دو جای امروز نوبت میگیریم 3 روز پس بر ما امور بسیار در جنجال، بسیار در مشکل 200 روپیه بر ما میتن. امروز فکر کنم که تمام 11 یا 12 بجه است 5000 روپیه فروشات که یک دونه چلا ما فروختیم. و فروشات که دمیجا بر آمده تقریبا تا 5 لکم بر ما آمدم. 5 لک خریدن نتونستیم، یک 50000 روپیه داشتیم که همی 3 روز یا 4 روز ما جمع کردیم امور خرید کردیم. دیگه را گفتیم که پیسه نداریم خریدن نمی‌کنیم. فعلا خرید کم شده، فروش زیاد شده، چون اقتصاد مردم یکم در ضعیف شده. بودجه افغانستان امریکا قید داده 8.5 میلیارد دلار است. این پول که است پول ملت است، نه از امارت اسلامی. ما جامعه جهانی میخواهیم که پول ملت باز کنه و بانک‌ها فعلا بیخی به سقوط است. یک نفر میره 20000 افغانی در یک هفته برش میده. در اون 20000 افغانی او هارد بگیره یا طلا بگیره که متاسفانه بیخی خرید طلا کم شده. دلیلش چیست که اقتصاد مردم روز به روز خراب شده میره. بانک‌ها پول نداره، پول همه جامعه امریکا بسته کرده، پول باز نمیکنه که بانک‌ها باز شو و مردم خرید فروش کنه. زیادتر مردم 10 گرم داره، 50 گرم داره، او رو میاد در بازار مفروشه، روزمره زندگی خودش میده. پژواک خبری اژانس د پیښو رښتینې هنداره